سلام، مرسی هستم از فنلاند. یه موضوع جالبی براتون بگم در مورد شهرهای فنلاند. در واقع حالا این اسمشون نیست و میخوام در مورد چک و این داستان‌های حالا این وایسی به قول معروف صحبت کنیم. ببینید در فنلاند چک دادن چکی وجود نداره، خرید چکی وجود نداره، همه چی بر اساس اعتماد اول و اعتماد و اعتبار توگیدر. موضوع اینه که موقعی که من میرم یه خریدی انجام میدم از یه شرکتی، به من میگه که من یه شماره بانکی موقعش میدم یا شماره اینوایسی دارم میدم، اون برای من اینوایس رو میفرسته. مثلا توش هم مهلت زده که من ظرف 20 روز پرداخت باشه توی اون اینوایس. مهلت پرداخت این مثل قبضه برقی که تو ایران میاد. وقتی که اینوایس میاد من این قبض رو باید پرداخت کنم دیگه، نهایتا تا اون تاریخی نوشته. حالا اگه پرداخت نکنم و از تاریخ پرداختش 3 روز بگذره، 3 روز هم به خاطر اینه که یه موقع تعطیلی چیزی باشه، جمعه نمیدونم شنبه، و اون قبض پرداخت نشه، اون هیچ وقت به من زنگ نمیزنه بگه آقا قبض پرداخت نشده. معمولا شرکت های بزرگ مثل خود ما با یه شرکتی کار میکنن، یه شرکت هایی که مسئول وصولات هن اصطلاح، به اون شرکت اینوایس رو میفرستن، میگم آقا من این اینوایس رو فرستادم برای فلانی، برای فلان کمپانی، این قبض سر موعدش پرداخت نکرده و تمام. اونا میگن باشه ما اینو پیگیری میکنیم و پولش برای شما واریز میکنیم. اون شرکت اولین کارش اینه که میاد اون اینوایس رو مثلا فرض کنیم 500 یوروه، میزنه 550 یورو میفرسته در خونه شما، به 530 یورو یه مبلغی اول حدود 30-40 یورو میکشه روشو میفرسته در خونه. مهلتش هم 5 روز بیشتر نمیده. اینوایس رو برمی‌داری میبینی که این چیه، من نداشتم این عدد و این چیه، کجاست؟ میگه بر اساس اینوایس فلان شرکت بیسار شما این قبض رو پرداخت نکردید، موظفین ظرف 5 روز آینده من این 30 یورو هم بابت یادآوری این که من به شما یادآوری کردم واریز بکنید به حساب ما. 530 یورو رو واریز میکنی که این پول اونو بده. میگی چی کجاست؟ در ادامه نوشتی که اگه ظرف مثلا 5 روز واریز نکردی من مبلغ اغلب درصدای بالا مثلا 25% میکشم روی کل قبض و مجددا شما موظفید که پرداخت کنید. تا میای به خودت بیای میبینی که چی کجا عدد خیلی زیاد میشه هی. پس معمولا هم میرن سریع اولین اخطار رو که میبینن سریع پرداخت میکنن. بعضی از شرکت ها خودشون یادآوری میکنن، حالا شخص باشه و اینا، یه 5 یورو میکشن روشو میفرستن برای طرف. اونا که حالا مشتری دائمی شده میگن آقا برای یادآوری مثلا 5 یورو. صابخونه ها مثلا اونا که کمپانی ساختمانی هستن یادآوریشون 5 یورو اول. اگه ببینن تو نمیخوای بدی میدن دست اون گروه هایی که اصطلاحاً شهرن و معمولا کسی استرسی نداره. مثلا فرض کن من کاسب میخوام مثلا به یه چیزی بفروشم، حالا من که بعد کارمون نقدیه، ولی معمولا فرض کنید که یه کمپانی میاد از ما مثلا مقدار زیادی غذا مثلا برای پرسنلش میگیره، میگه که باشه من یه اینوایس میفرستم، من اینوایس رو بفرستیم برام، بعد من این اینوایس رو بفرستم برای اون شرکت و اون شرکت پول پرداخت نکنه، من اصلا ناراحتی ندارم، من انگار اون پول رو دارم. اینجاش اینه که استرس وجود نداره توی بیزینس که من سریع از طریق اینترنت هیچ هزینه‌ای من قرار نیست بکنم، من فقط به اون شرکت میگم، اون شرکت پولش از اون میگیره دیگه، میگم که آقا من یه اینوایس دارم، اونم خیلی خوشحال خندون که من تازه دارم بهشون کار میدم دیگه. من یه اینوایس دارم، طرفم پرداخت نکرده، شرکت مثلا یامیتا، بعد میگه باشه
اونا میفرستن و پولو میگیرن و پولو به حساب من واریز میکنن. و از اون طرف خود من با خیلی از شرکت بزرگ داریم الان کار میکنیم برای خرید برای خرید همین آبجاش. خود کارخونه ها دارم من خرید میکنم دیگه. بعد طرف میاد مثلا 1000 یورو برای ما مثلا آبجو خرید میکنه، این وایسشو میفرسته. یه مواقعی شده خود منم تو حسابم اون لحظه پول نیست، یا مثلا یادم میره بعد برم تو بانکم اینو اکسپت کنم، از تاریخش میگذره، یا میفته تو مثلا بعد 5 شنبه بزنم، 5 شنبه یادم میره بزنم دیگه، مثلا کی جمعه یا شنبه میزنم تعطیلیه، پول از حساب من کی کم میشه؟ دوشنبه صبح. 4 روز با تأخیری پول من برای اون طرف پرداخت کردم دیگه. حالا که 4 روز با تأخیر رد کردم، اون کارخونه دیگه چون من مشتری دائمیشم نمیاد بده به اون شهر خراب، میاد اینو میده به خودش، یه اینوایس جدا میفرسته، میگه آقا طبق حالا قراردادی که با هم داریم، چون طبق اون درصدی که رو قبضه نوشته بوده که تأخیرش مثلا 11% یا معمولا 17% تأخیر میگیرن بابت اون عدده، شما این مثلا یه جمع اینوایس ها میفرسته. مثلا میگه شما یه قبض داشتی، مثلا یه خرید داشتی 1000 یورو، یه دونه داشتی 500 یورو، یکی داشتی 2000 یورو، یکیش 2 روز دیر شده، یکیش 3 روز دیر شده، یکیش 5 روز دیر شده. همه اینا رو شما مثلا در تاریخ فلان مبلغ مثلا 20 یورو برای ما واریز کن بابت دیر کرده جمع اینا. خیلی خوب و خوش با هم کنار میشن و معمولا هم اینجوری من راحت ترم، یعنی چون یه بار یکیشون چیز کرد، این شرکت ها خب از خودشون که ما ازشون خرید کنیم دیگه، چون رقابتی ما اینجا توی حالا کارخونه ها زیاده، محصولات نوشیدنی الکل. و یک بار من یادم پارسال یکیشون سری داده بود به این کمپانی ها، من اینقدر ناراحت و عصبانی شده بودم که خب مثلا یادم رفته، یا مثلا به خاطر یه روز دیر کرد شما زودی دادیم این کمپانی. خیلی با عصبانیت بهشون گفتم که نه من اصلا قرار دادم بخوام کنسل کنم، من یه روز دیر شده، یعنی چی؟ شما یه کمپانی اومده از شما خرید کرده و من مثلا توی یک سال گذشته 200,000 یورو من از شما خرید کردم، بعد شما مثلا به خاطر یه قبض مثلا 400 یورویی دادی به اینا. یه بعد از اون تکرار نشد، یعنی میدونیم فهمیدن که من آدم خوش حسابی هم و حالا اون لحظه یه دونه قبض دیر شده، بعد از اون تک و توک مثلا تأخیرم بخورد 1-2 روز دیگه همون جوری برام چیز برسید دیگه، ندادن به اون کمپانیا. گفتم این خیلی کار زشتیه، شما سریع میدیم به اونا، خودتون یه یادآوری به من بکنید، من خودم پرداخت میکنم، شاید من یادم رفته، شاید یه اتفاقی برام افتاد. و در واقع این هم هست چالش های بیزینسی، ولی در واقع هیچ استرسی وجود نداره. یعنی میخوام بهتون بگم که خیلی راحت این کارها انجام میشه.